بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در سوره ابراهیم علیه السلام ربط ازی با سوره قبلی که ما و شما خواندیم چی ارتباط داره؟ در سوره قبلی هم درباره نزول قرآن، در سوره رعد درباره نزول قرآن عظیم شان بیان شد، حقانیت قرآن بیان شد، قرآن از جانب الله نازل شده. در این سوره حکمت نزول قرآن، در سوره قبلی نزول قرآن که از جانب الله هست، در این سوره حکمت نزول قرآن عظیم شان بیان شد. در هر دو سوره دلایل و آیات است به قدرت خالق متعال در کائنات، خلقت آسمان ها، زمین. الله متعال به خاطر اثبات بعث در او سوره هم بود، در این سوره هم است. در او سوره مثال های از حق و باطل ذکر میشن، در این هم مثال های از حق و باطل ذکر میشن. در او سوره هم برنامه ها و دسایس دشمنا بیان میشه، در این هم بیان میشه. موضوعات یا محور سوره چی هست؟ موضوعات محوری از این سوره که آیات قرآن در سوره ابراهیم است. تمام ادیان مثلا یهودیت، نصرانیت و اسلام ادعا میکنن که اینا ابراهیمی هستند، اصلشان به ابراهیم علیه السلام برمیگردد. در این سوره الله متعال بیان میکنه که ببینید ابراهیم علیه السلام چی اعتقادات داشت و کسانی که خود نسبت میتن تنها به نسبت نام نمیشه. بسیاری کسا عادت دارن که فقط به نام میگن که مثلا من ابراهیمی هستم یا محمدی هستم، با نام و تخلص و ادعا کسی حقیقتا به یک دین چیز نمیشه که اهل از دین باشه یا پیرو یک پیغمبر باشه. الله متعال در این آیات بیان میکنه که کدام مردم ها حقیقتا پیروان ابراهیم علیه السلام هستند. اونا کیها هستند؟ چی صفات داشتن؟ ابراهیم علیه السلام چی صفات داشت؟ با این خاطر موضوعات محوری این سوره در ملت ابراهیم علیه السلام بیان میشه، اصول اعتقادی بیان میشه که ابراهیم علیه السلام چی عقیده داشت. بیان میشه که خود قرآن عظیم الشان امو اعتقادات و آنچه که ابراهیم علیه السلام میگه او رو بیان میکنه. توحید رسالات بیان میکنه که بین رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین رسالت و دعوت ابراهیم علیه السلام مشابهت بسیار زیاد است، به خصوص در اصول اعتقادی. شاید بعضی از مسائل در فروعات باشه، این مسائل بیان میشه. بعد از این موضوعات اساسی و چی بود محوری امی سوره ابراهیم علیه السلام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره ابراهیم علیه السلام سوره مکی هست. در سوره های مکی زیادتر موضوعاتش موضوعات عقیده می باشه که وجود الله متعال، وحدانیت الله متعال، توحید رسالات، بیان شخصیت موحدین یا کلش در سوره های مکی زیادتر بیان میشن نسبت به احکام نماز و روزه و حج و زکات. سوره مکی و مدنی فرقش همی است که در مدنی زیادتر احکام است. نظام های مثلا شما را کس پرسان میکنه، شما میگین سوره مکی و مدنی، فهمیدنش برای ما چی فرق داره؟ میگه سوره مکی سوره های است که قبل از هجرت در مکه مکرمه نازل شده و مدینه سوره هایی است که در مدینه نازل شده. بعضیا میگن سوره مکی سوره هایی است که قبل از هجرت نازل شده و مکی سوره هایی است که بعد از هجرت نازل شده، یعنی یا با تخصیص مکان یا بدون تخصیص مکان. یکیش به حساب مکان است، مکی به حساب که در مکه نازل شده، مدینه به خاطر که در مدینه نازل شده، و یک تقسیم دیگه چی است که مکی قبل از هجرت و مدنی بعد از هجرت است، ولو که در هر جای نازل شده باشه. خب این خود نام شد. فرق چی فرق است بین سوره های مکی و سوره های مدنی؟ سوره های مکی موضوعات محوری و اساسیش موضوعات اعتقادی هست، چون
در مکه زیادتر مشرکین قریش بودن، زیادتر کسایی بودن که مشکلات در عقیده داشتن، به خاطر از که رسول الله صلی الله علیه و 13 سال عقیده را بر مردم بیان کرد، 13 سال ترسیخ لا اله الا الله در قلوب مؤمنا باشن، مفهوم کلمه را بفهمن، مفهوم دین بفهمن، فکر جور شوه، عقیده جور شوه، اندیشه جور شوه، فکر جاهلیت کونه از بین بره، فکر عقب ماندگی دور شوه، فکر تنویری جدید روشن فکری ایجاد شوه، عقیده شرک و کفر دور شوه، عقیده توحید حقیقی ترسیخ پیدا بکنه در ذهنیت ها، در افکار. به حساب آیات مکی کلش سر موضوعات وجود خالق متعال، سر مسائل وحدانیت الله متعال، مسائل ایمانیات، آمنت بالله و ملائکه و کتب و رسول و الیوم الاخر و القدر خیری و شریه من الله تعالی و بعث، زنده شدن بعد از مرگ. این کلش مسائل محوری اعتقادی در سوره های مکی بیان میشه. سوره های مدنی چون حکومت اسلامی تأسیس شد و رسول الله صلی الله علیه و در اونجا دولت اسلامی را ایجاد کرد، بناهن اساسات دولت اسلام در اونجا بیان میشه. سیاست اسلام، نظام اقتصادی اسلام، ارتباط اسلام با سیاست، ارتباط اسلام با مسائل زندگی روزمره، نظام اجتماعی اسلام، نظام اخلاقی اسلام، نظام عسکری اسلام، ساختن حکومت، قوای مقننه که قانون میشه از قرآن و سنت گرفته میشه در اسلام، مارکت های اقتصادی، ایجاد مارکت، این مسائل نماز، روزه، حدود، محاکم، متوجه هستین؟ یعنی کلش چی میشه؟ کلش در سوره های مدنی بیان میشه. پس فرق از بین سوره های مدنی و مکی، وقتی گفتیم سوره ابراهیم سوره مکی هست، بناهن محور سوره ابراهیم علیه السلام توحید است، وجود خالق، وحدانیت خالق، اساسات ایمان. همیشه فکرتان باشه که سوره مکی گفته شد این موضوعات بیان میکنه و مثال های از موحدین و کسانی که دلایل وجود خالق متعال زیاد بیان میداشتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. خب الف لام را حروف مقطعات است، الله اعلم بمراده، ما معنیش نمیفهمیم. ما در سر هر سوره که مقطعات میم به جهل خود اعتراف میکنیم. عالم الغیب و شهاده الله هست، ما علمیت ما بسیار کم است، اما چیز را میفهمیم که الله متعال بر ما اجازه فهمیدنش داده، بنان الف لام را ما نمیفهمیم. الله اعلم بمراده. کتاب انزلناه، الله متعال میگه این کتابی که قرآن عظیم الشان است، این کتاب الله میگه ما نازل کردیم و ضمیر جمع اینو من تاکید میکنم چون موضوع اعتقادی است که الله متعال در جایی که عظمت خدا بیان میکنه ضمیر چی استعمال میکنه؟ جمع استعمال میکنه، و در جایی که توحید است اونجا ضمیر مفرد استعمال میشه. الله متعال میگه این کتاب قرآن عظیم الشان که هست، این ما نازل کردیم که ذات با عظمت است، ذات با کبریا هست، ذات قدرتمند است، این کلام از او هست. با کی نازل کردیم؟ الهی که به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو بنده ما هستی، تو مخلوق هستی، تو صفات مخلوق داری، تو خالق نیستی، تو صفات مخلوقیت داری، بناهن بر تو قرآن نازل شده و تو پیغمبر هستی. اینجا اثبات چی است؟ اثبات رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. خب قرآن عظیم شان روی کدام اهداف به چی هدف نازل شده است؟ اینجا میگه که هدف نزول قرآن عظیم شان چی است؟ بیرون کردن تا که خارج بکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط از این کتاب که قرآن عظیم شان است، توسط احادیث نبوی که وحی خفی هست و این قرآن که وحی جلی هست، مردم خارج بکنی از چی؟ من الظلمات، از تاریکی ها. انسانی که کافر باشه، بیدین باشه، منافق باشه، مشرک باشه، در حقیقت در یک تاریکی زندگی میکنه، در یک بدبختی زندگی میکنه، در یک مثل که در یک اتاق در یک جای تاریکی باشه که نه چشمش کار میکنه، نه گوشش کار میکنه، نه صدایش درست به مردم میرسه، کل اعضای بدن از این باطل است. حتی در بین خشت طلا و خشت مثلا
مثلا سنگ عادی فرق کردن نمیتونه به اساس تاریکی. از این خاطر الله متعال میگه لتخرج الناس، تا مردم بیرون بسازی از چی؟ از اینمی ظلمات بدبختی های تاریکی های کفر و شرک الی النور، به سوی چی؟ به سوی نور و هدایت رهنمایی. مردم از تاریکی جاهلیت به نور اسلام بکشانی، از تاریکی کفر به نور ایمان انتقال بدیم. چه قسمی را انتقال بدی؟ خودتی صلاحیت داری، خودتی توانایی را داری؟ میگن نه خیر، خودت نمیتونی و خودت قانون ساز هم نیستی، خودت برنامه ریز هم نیستی، خودت نمیتونی هیچ کاری بکنی مگر به اذن ربهم، به حکم پروردگارت. اگر رسالت بیان میکنی حکم پروردگارت است، اگر دعوت میکنی حکم پروردگارت، اگر حکومت اسلامی را میسازی حکم الله است، اگر نظام های اسلام تطبیق میکنی حکم الله است. خب با کدام راه ها خب بسیار زیاد است. میگه الی صراط العزیز الحمید، بر راه او خالقی که العزیز غالب است و الحمید و حمد کرده شده هست. الله الذی، الله متعال معرفی میکنه بر از این مردم، او مردم یو الله خدا نگوین، گاد نگوین، سکتن نگوین، خداوند نگوین، نامش الله هست. الله او ذاتی هست، الذی او ذاتی است که له ما فی السماوات، خاص بر از او هست حاکمیت و حکومت آنچه در آسمان ها هست و آنچه و ما فی الارض و آنچه در زمین است. مالک متصرف، اینجا توحید ربوبیت بیان میکنه. شما گاهی مالک زمین و آسمان جن قرار میتین، گاهی بت‌ها را قرار میتین، گاهی مخلوقات قرار میتین، گاهی اشخاص قرار میتین، گاهی درخت، گاهی حیوان. نه، مالک متصرف آسمان ها و زمین الله هست، بر از او تصرف است آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است. و ویل للکافرین، و ویل علما بعضی ها میگه ویل به معنای وای است، وای افسوس باید برای کافران من عذاب شدید. بعضی علما میگه ویل کندی از کندهای دوزخ نامش است، یعنی کندی از کندهای دوزخ است برای کافر. کافر کی است؟ کفر به معنای پوشیدن است در لغت، یعنی کسی که وحدانیت می پوشانه، حق می پوشانه، عقل خودم می پوشانه. کافر کی را میگن؟ کافر کسی است که چشم داره، چشم خودم پت میگیره، نمیخواد که حق ببینه. کافر کسی است که گوش خودم داره، گوش خودم پت میگیره. از این خاطر سمون بکمن عمیون که میگه چرا میگن؟ میگه به خاطر از اینکه کافر پوشاننده هست، حقایق می پوشانه، وجود خالق دلایلش می پوشانه، وحدانیت الله را دلایلش می پوشانه، نمیخواد که آشکار شود. گوش خود بند میکنه، ببینید در گوش های خود انگشت های خود میمانن، چشم خود پت میکنن. حتی نوح علیه السلام که دعوت میکرد در روی خود کمپل میگرفت. شما سعی کنین این کلش می روی خود میپوشونن، چشم خود. چرا؟ کافر است، نمیخواد که حق درک بکنه، قلب خود از فهمیدن حق میپوشونه، قلب خود اجازه نمیده که حق درک بکنه. اینال الله متعال میگه و ویل للکافرین، و شدت عذاب است برای کسایی که تمام حقیقت ها را میپوشانن. اینایی که حقیقت ها را میپوشانند کافر گفته میشوند، بر از اینا چی هست؟ من عذاب نار، بر از اینا یک اخطار خطرناک است که از عذاب سخت بر از اینا عذاب داده میشه. چی صفت داره این کافرها؟ میگه کافرها چرا این کارا میکنن؟ چرا حق قبول نمیکنن؟ چرا وجود خالق قبول نمیکنن؟ چرا نظام اسلام قبول نمیکنن؟ چرا قانون و شریعت الله را قبول نمیکنن؟ چرا نمیخوان که شریعت الله تطبیق شود؟ به خاطر ازی که اینا شریعت الله زیادتر تاکید میکنه که شما دنیا را خوب بگیرین، لکن هدف اساسیتان دنیا نباشه، هدف اساسیتان رضایت الله باشه و حصول آخرت باشه. یا برعکس از دنیا را زیاد ترجیح میته. الذین کسانی هستن یستحبون که ترجیح میتن، خوش دارن، مستحب یعنی بسیار خوششان میاد، بسیار پسند میکنن چی را؟ الحیات دنیا، زندگی دنیا را ترجیح میتن. نسبت به چی ترجیح میتن؟ علی الاخرتی، بر آخرت. و دیگه چی صفت دارن این کافرای بیدینی که الله بر ازنا سخت عذاب وعده داده؟ میگه صفت دیگه شانی است که تنها به کفر خود اکتفا نمیکنه که من خود کافر هستم، بیدین هستم، حق سهل نمیکنم، در گناه ها مبتلا هستم. خیلی این کی نشد، حداقل دیگران را غرض نمیگیرم. میگه نه، و یصدون عن سبیل الله، برنامه میسازن، پروژه میسازن به خاطر که یصدون، منع کنن مردم از چی؟ عن سبیل الله، از راه الله. میخوان که مردم هم دیگران را هم چی میکنن؟ تلویزیون ها میسازن، رادیو ها میسازن، جراید میسازن، قوانین میسازن که دیگران را هم اجازه ندن که به شریعت الله اینا چی شون؟ تسلیم شون. خب چرا دیگه چی کار میکنن؟ و یبغونها عوجا، میخوان که امید دین چی باشه؟ دین مستقیم نباشه، دین کج باشه.
کج چی معنی که یعنی کل چیزش، عقیدهش خراب باشه، توحیدش خراب باشه، قوانینش خراب باشه، نظامش خراب باشه، اخلاقش خراب باشه، کلش هم مردم به تو کج روان باشه، هیچ کس برای مستقیم روان نباشه. و یبغونها و می طلب میکنن امیر به چی؟ میخوان که دارای عیب ها باشه، کجی ها باشه. اولایی که همین گروه مردم فی ضلال بعید، در گمراهی بسیار دور هستن از حق. و ما ارسلنا من رسول، الله متعال میگه ما که پیغمبرها را فرستادیم. بعضی کسا انتقاد میکنن، میگه چرا مثلا فلانی پیغمبر تو بود فلانی. الله متعال میگه نظر به ضرورت ما برای هر کسی چی کردیم؟ پیغمبری فرستادیم. و اگر پیغمبر نباشه، پیروان پیغمبر، جانشینان پیغمبر به زبان هر منطقه هست. حالا شما ببینید دعوتگرا به زبان انگلیسی چقدر دعوتگرا هستند، برای انگلیس و آمریکایی. شما چقدر میبینید کستایش میشنوین، علمای بزرگ هستن، خوب آمد انگلیسی قرآن چی میکنن؟ تشریح میکنن، سنت تشریح میکنن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن عظیمشان. یک سایت از به نام sultan.org sultan.org این اگه شما باز کنید، در بین از این قرآن شریف به تمام زبانهای دنیا ترجمه شدگی هست. احادیث سائل کنین ببینید که احادیث به زبانهای مختلف دنیا چی شده؟ ترجمه شده. امیال احادیث ما و شما امیال صحیح بخاری را در فارسی کسی تا بالا نتونسته، در حالی که بسیار میگه ما دیندار هستیم، خوب مردم هستیم. تنها به حساب زبان چی کردن؟ همین صحیح بخاری مختصر صحیح بخاری ترجمه شده، اما کل صحیح بخاری نه تا بالا کس به پشتو ترجمه کردن، نه تا بالا کسی به دری ترجمه کرده، اما به انگلیسی کلش چی شده؟ ترجمه شده. میبینین فرق؟ اونو یک نفری که مثلا 5 سال پیش مسلمان شده، 10 سال پیش مسلمان شده، اونم میخیزه چی میکنه؟ صحیح بخاری از اول تا آخر به انگلیسی ترجمه میکنه. ترجمه و خدمت دین به چی نیاز داره؟ التقوا ها هنا. تقوا در کجا میباشه؟ در قلب میباشه. باش که من خدمت بکنم. از ما و شما چی است؟ بسیاری کسا تا بالا صحیح بخاری شک داره که قبول بکنم یا نکنم. باز میگه ما 14 قرن است که مسلمان هستیم. ها؟ در 14 قرن صحیح مسلمان نیستی. اگر میبودی کو صحیح بخاری ترجمه کردی یکیتان، چقدر میگیم ما زبان شناس هستیم، ما با زبان دری کار میکنیم، ما با پشتو کار میکنیم، ما با ازبکی کار میکنیم. وقتی که بیای عملا سهل بکنی که هیچ کار نکرده، دروغ میگه. دروغ میگه، هیچ کار نکردم. اینا الله متعال میگه و ما ارسلنا، و ما نفرستادیم من رسول هیچ یک از پیغمبران را الا بلسان قومه، مگر به زبان قومش. به خاطر از این روان کردیم که مردم او را خوب درک بکنن. لیبین لهم، تا که بیان کنند برای ایشان احکام الله را. فیضل الله من یشاء، پس وقتی که الله قرآن و سنت فرستاد، احکام خدا فرستاد، کتاب خدا احکام خدا تکمیل کرد، آل کسی که قبول نمیکنه او را الله متعال باز خوب جزا میده. فیضل، پس گمراه میکند الله متعال من یشاء. یعنی الله متعال اما از ابتدا کسی را گمراه خلق نمیکنه، کافر خلق نمیکنه، کلگی با نور ایمان خلق میشه. ما من مولود الا قد یولد علی الفطره. در خانه کافر هم اگر یک طفل پیدا میشه به اساس رحمت الهی با ایمان فطری پیدا میشه. لکن خیلی الله اینا را چه قسم گمراه میکنه؟ وقتی که حق بیان کرد باز حق نپذیرفت او گمراه میشه. فیضل الله، پس گمراه میکند الله من یشاء، و هر کس را بخواهد، و یهدی من یشاء، و هدایت میکنه الله متعال من یشاء، و هر کس را بخواهد. و هو العزیز، و الله متعال توانای غالب است. الحکیم، با حکمت است، در شریعت خود با حکمت است، در انزال رسول با حکمت است، در انزال کتابهای خود با حکمت است، در تمام افعال خود الله متعال با حکمت است و منزه است از تمام عیوبی که انسانها دارن. از تمام عیوب انسانی خالق متعال چی است؟ مبرأ و منزه است. الله ذات حکیم است. ولقد ارسلنا، الله متعال میگه سعی کنین گوش بگیرین قصه یکی از موحدین، یکی از پیغمبران را. مثلا یهودی‌ها را میگه شما خب میگین که ما تابع ابراهیم علیه السلام هستیم، تابع موسی علیه السلام هستیم. ببین عقیدتان مقایسه بکنین با عقیده موسی علیه السلام. آل عقیده خدا هر کس که مقایسه بکنه، ولقد الله متعال میگه یقینا که ارسلنا فرستادیم موسی علیه السلام را به آیاتنا، با دلایل و نشانه های قدرت خود. دلایل دو قسم است، یکی دلایل به شکل معجزه هست و یکی دلایل به شکل چی هست؟ لابراتوار بزرگ جهانی. ما و شما که عالم بزرگ است، یکی عالم کوچک. عالم بزرگ سابق میفتن امی کائنات که از نظام شمسی و سیارات یا میفتن این نظام چی است؟ جهان بزرگ است. و انسان میفتن این جهان کوچک است. عالم میگه برعکس است، میگه چیزی که در انسان است در کائنات نیست. بنابراین جهان بزرگ انسان است. در وجود انسان هم بسیار دلایل قدرت الله است. در کائنات هم دلایل قدرت الله است و در معجزات هم دلایل قدرت است. پس الله متعال 4 قسم دلایل فرستاد. چند قسم دلایل؟ یک، دلایل از معجزات پیغمبران. دوم،
معجزه دیگه دلایل به قدرت الله کتابهای الله هست و پیغمبرای الله هست. سوم اهمی کائناتی که مخلوقات است، آفتاب، مهتاب، شمس، قمر، آسمان ها، سیارات، کهکشان ها، نظام شمسی، کل زی. این سه. چهارمش خود وجود انسان است. این چهار چیزه. الله متعال میگه ولقد ارسلنا، و ما فرستادیم موسی علیه السلام به آیاتنا، با آیات ما. بر موسی علیه السلام چی را داده بود؟ بر موسی علیه السلام کتاب تورات داده بود. یک، معجزه هایی که بودک. دو، سه، کائنات میدیدن. سه، چهار، وجود خودشان. انا اخرج قومک، با اینمی چهار دلیل قوی بکش قومت من الظلمات، از تاریکی های کفر، از تاریکی های گوساله پرستی، از تاریکی های جهل، الی نور، به سوی روشنی ایمان، توحید، یکتا پرستی. و ذکرهم، و نصیحت کو ایشان را، پند بده، یاد بده، تعلیم بده، تدریس بکن. ذکرهم شامل کل ازی میشه. و ذکرهم، و نصیحت کن، ذکر کن، یاد کن، تعلیم بده برشان. به ایام الله، به روزهای، به یادشان بده. چی رو یادشان بده؟ به ایام الله، به او روزهایی که الله، روزهای الله دو قسم است. دو قسم الله سر از اینا روزهای خدا رو داده. یک قسم روزهای خوشی و یک قسم روزهای غم و امتحان. برشان بگو چی امتحانات تیر کردین، در مقابل فرعون چی مشکلات داشتین و چی جزاها برتان میداد، و در مقابل از الله متعال برتان من و سلوا و مثلا بسیار نعمتهای دیگر برتان داد. این فی ذلک، یقینا که در این لآیات، بسیار دلایل قوی هست. برای چی؟ لکل صبار شکور، برای هر انسانی که صبار، یکی صابر است، یکی صبار. صابر صبر کننده، صبار بسیار صبر کننده، شاکر شکر کننده، شکور بسیار شکر کننده. یعنی الله متعال میگه که دایی دلایل است برای نمی کسی که امی دو صفت خوب داشته باشه، بسیار صبر کننده باشه و بسیار شکر کننده باشه. و اذ قال موسی لقومه، و یاد کن وقتی را که قال گفت موسی علیه السلام لقومه، برای قومش، اذکروا، یاد کنین نعمت الله علیکم، نعمت الله را علیکم بالایتان، اذ جاءکم، وقتی که الله متعال نجات شما را من آل فرعون، از لشکریان فرعون، یسومونکم، اونا شما را میچشان، سوء العذاب، سخترین عذاب را، و یذبحون ابناکم، و ذبح میکردن فرزندان شما را، و یستحیون نساءکم، و زنده نگه میداشتن خانم ها و دخترای شما را. و فی ذلکم، و دمی کار بلاء، یک آزمایش بود، یک امتحان بود، من ربکم، از جانب ربتان، عظیم، یک آزمایش چی؟ بزرگ. و اذ اذن، و یاد کنین وقتی را که اعلان کرد، ربکم، حکم کرد، تعذن، اعلان کرد، حکم کرد، بیان کرد، ربکم، پروردگارتان، این قانون برتان بیان کرد، این قاعده را بیان کرد. این قاعده چی است؟ لئن شکرتم، اگر شما شکر بکنید نعمتهای الله را، لازیدنکم، همه روزه برتان نعمتها را زیاد کرده میریم، زیاد کرده میریم، حتی در جنت. ولئن کفرتم، و اگر کفران و ناسپاسی بکنین از نعمتهای الله، شکر نعمتها را نکنین، چشم برتان دادم شکر نکردین، گوشت دادم شکر نکردین، قلب دادم شکر نکردین، گرده دادم برتان شکر نکردین، معده دادم برتان شکر نکردین. ولئن کفرتم، اگر شما کفران نعمتهای الله را بکنین، ناسپاسی بکنین، ان عذاب، یقین داشته باشین که عذاب من شدید، بسیار سخت است. وقال موسی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. دیگه موسی علیه السلام چی میگفت؟ بعضی کسا فکر میکنن اگه من دیندار شوم فایده ازی بر الله میرسه، که من کافر شوم باز چی میشه؟ موسی علیه السلام این قسم میگفت بر کل مردم. و قال موسی، و موسی علیه السلام، و اگر شما کافر شوین، و من فی الارض جمیعا، و تمام کسانی که در تمام قارات جهان هستن، بالای زمین هستن، کل از اینا کافر شون، فان الله، پس یقین داشته باشین که الله متعال غنی، بسیار بی نیاز است. غنی هست چی معنی؟ بی نیاز است، به هیچ کفر و ایمان کسی نیاز نداره، به خوبی و خرابی کس هیچ نیاز نداره، به عبادت و اطاعت کس هیچ نیاز نداره. ما هستیم که نیاز داریم. حالا شما سعی کنین، مثلا شما از نگاه انجینری خانه میسازین، نه؟ میگین والا همین کلکینای خانه خدا افتورخ بسازیم. حالا وقتی که روی به طرف افتاب خانه خدا جور میکنیم، افتورخ، ما با افتاب نیاز داریم یا افتاب با ما نیاز داره؟ اگه می کل مردم خانه خدا سایرخ جور بکنه خودشان به تکلیف هستن، خودشان در زمستان لرزیده میرن و متاثر به خنک میشن. ما نیاز داریم خانه خدا رویش به طرف چی دور میتیم؟
به طرف آفتاب. ما اگر عبادت بکنیم الله به عبادت ما نیاز نداره. ما نیاز داریم، عاجز هستیم، مجبور هستیم به عبادت الله نیاز داریم. پس ما عبادت میکنیم به خاطر از اینکه ما نیاز داریم به الله، ما به جنت نیاز داریم، ما به رحمت الله نیاز داریم، ما به صفت تواب الله نیاز داریم. الله به ما نیاز نداره. از این خاطر میگه که الله غنی هست. فان الله، پس یقین داشته باشین غنی هست و حمید است. این میگه که ای بنی اسرائیل، ای مردم، ای مسلمان ها، ای کسایی که شما فکر میکنین بعضی کسا الله متعال محتاج به کسی نیست. الله غنی هست و حمید ستوده شده است. تو اگر 2 رکعت نماز میخوانی، نه در 2 رکعت نماز یک دو دفعه تو مرغ سجده کرده میریم. در آسمان ها ملائکه هستند به میلیون ها میلیون ملائکه که 24 ساعت در مقابل الله متعال به سجده هستند. میلیون ها میلیون مخلوق. اگه تو رکوع میکنی 2 دقیقه رکوع میکنی، با میلیون ها میلیون مخلوقات الله هستند. ولله یسجد، دیروز ما شما خوانیم، سجده میکنن، رکوع میکنن تمام مخلوقات الله. تو در مقابل دیگه مخلوقات تو یک دفعه زمین مقایسه کن، خودت چی مقایسه میکنی؟ زمینی که تو زندگی میکنی به اندازه یک نقطه خرد است، یک سرک سوزن. علم یاتیکم، آیا نیامده بر شما نبأ الذین، خبر الذین، کسانی که من قبلکم، قبل از شما بودن، قوم نوح، از قوم نوح علیه السلام، و عاد، و قوم عاد یعنی عادی ها، و ثمود، و قوم ثمود، والذین من بعدهم، و کسانی که بعد از اینا بودن، لا یعلمهم الا الله، درباره از اینا علم نداره مگر الله. از این خاطر خبرهای حقیقی در قرآن و سنت است. چرا علم به اینا نداره؟ به اینا علم نداره مگر کی؟ الله. اما این قصه های دیگه که درباره موسی علیه السلام جور کردن، موسی علیه السلام است و مچم سنگ شکن است و باز رفت و خانه از رو خراب کرد و باز فلانی رفت، این قصه ها کلش تهمت است و کلش قصه های دروغی و غلط است، هیچ اساسی در قرآن و سنت نداره، بلکه بی ادبی میشه در مقابل پیغمبرا. اصل قصه های پیغمبرا که حقیقت است، اصل از او اگر در قرآن و سنت بود صحیح است. اگر در قرآن و سنت نبود، والا فلانی شخص گفته و فلانی شاعر گفته، معیار نیست. معیار فلانی شخص نیست که هر کس بخیزه از دل خود در قصه هر چی که دل شد مطابق ذهن خود جور بکنه. این غلط است. الله متعال میگه که الم یاتیکم، آیا نیامده بر شما نبأ الذین، خبرهای حقیقی، الذین، کسانی که من قبلکم، قبل از شما بود، اونا که بودن قوم نوح بود، عاد بود، ثمود بود، والذین من بعدهم، دیگه کسایی که بعد از اینا بود، لا یعلمهم الا الله، که به اونا علم نداشت بغیر از الله. بنان الله به اساس علم ایرا گفته، این دیگرها به حساب تخمین و گمان میگن. جاءتهم رسولهم بالبینات، آورد پیغمبرانشان، جاءتهم رسولهم وقتی که بی داخل شد به معنای چی میشد؟ آورد. این بالبینات گفته، این باز میگن که متعدی شده به توسط بی، یعنی جاءتهم رسولهم بالبینات، آورد برایشان پیغمبرانشان. چی را آورد؟ دلایل روشن آورد. فردوا ایدیهم، پس اینا دادن یا ایشان امو چی کردن؟ دستای خدا گذاشتن، دستای خدا، فی افواهیم، در دهانهای خود، دان خدا پد گرفتن، و قالوا، و گفتن، انا کفرنا، ما کافر شدیم. بچی؟ بما ارسلتم به، با آن چیزی که شما فرستاده شدید، و انا لفی شک، و ما در شک هستیم، مما تدعوننا، با آن چیزی که شما دعوت میکنین ما را، الیه مریب، به سوی آن مریب، بسیار در شک. اینا کافرها میشه چی میگن؟ میگن والا ما در شک زندگی میکنیم. انسانای بیدین همیشه در شک زندگی میکنن و به خاطر گمراهی جوانا 2 وسیله داره کافرها. 2 وسیلهشان چی است؟ یکی شک و شبهه را ایجاد میکنن. همیشه پیغمبر چرا تو کرد؟ قرآن چی گفته؟ فلانی چرا؟ همیشه میخوان که شبهات و شک ایجاد بکنن. خودشان در شک هستن، میخوان که دیگرها را هم در شک ایجاد. دیگه چی است؟ شهوات است. اینمی کمر جوانا را چند چیز مشکنانه؟ یکی شبهات، عقیدهش دور میکنه، شهوات، اعمال خوبشه، و یا زیادتر کل کارشان اینمی 2 چیز است. کل برنامه‌شان است که در شک پرتین جوانا را، در قرآن در شک پرتین، در دین در شک پرتین، در معصومیت و پاکی پیغمبر در شک پرتین، در احادیث در شک پرتین. یک وسیلهشان امی شک است. وسیله دیگه شان چی است؟ شبهات است، که اینا را در چی میپرتن؟ در شبهات میپرتن که باشن این شک و شبهه. وسیله دیگه شان چی است؟ شهوات است. تمام روز بر از اینا فیلم‌های را بیارین، برنامه‌های را بیارین که اینا غرق شهوات شون. شهوت 3 قسم است. شهوت بطن است، شهوت مال است و شهوت چوکی طلبی هست. این حالا میگه قالت رسولهم، گفت برایشان پیغمبرانشان، افی الله شک، آیا در وجود الله شک است؟
آیا شما در وجود الله، در وحدانیت الله شک میکنین؟ فاطر السماوات و الارض، خلق کننده آسمان ها و زمین است. یدعوکم، دعوت میکنه شما را، لیغفر لکم، اینقدر مهربان است با وجود گناه ها و کفریاتان دعوت میکنه شما را که مغفرت بکند. من ذنوبکم، از گناه های اعتقادیتان، از گناه های عملیتان، از گناه های اخلاقیتان، از گناه های معاملاتتان. و یؤخرکم، و شما را مهلت بدهد، الی اجل مسمى، تا یک وقت مقرر. قالوا، گفتن اینها، این انتم نیستید شما الا بشر مثلنا، مگر بشر مثل ما. تريدونش، آیا میخواهید ان تصدونا. این دلایل کفار و مشرکین چی است؟ میگه شما مثل ما بشر هستین. درست است بشر هستیم، حالا که بشر هستیم به این معنا هست که خیتو حق قبول نمیکنی. میگه این انتم الا بشر مثلنا، شما نیستید مگر بشری مثل ما. تريدون ان تصدونا، شما میخواهین که ما را باز دارین. اما کان یعبد آباؤنا، از آن چیزی که پدران ما عبادت میکنن. همین مردم های مشرک است که چون هر قدر که دلیل بگیم میگه نه نه نه، راهی که پدرای ما رفته دا اونمو را میریم. با موسی علیه السلام همه میگه میزدن تو آمدی که ما را مانع شوی از آن چیزی که پدرای ما عبادت میکردن. فاتونا بسلطان مبین، بیارین بر ما دلیل بسیار روشن. قالت لهم رسولهم، گفت برشان پیغمبرانشان، این نحن الا بشر مثلکم، ما نیستیم مگر بشر هستیم مثل شما. ما ادعا نکردیم که ما کدام صفت الهی داریم یا الوهیت داریم که شما فکر میکنین، یا مثلا ادعا نمیکنیم که ما مثلا میتونیم که علم غیب داریم، یا ادعا نکردیم که ما ملائکه هستیم. این نحن، نیستیم ما پیغمبرا الا بشر مثلکم، مگر بشر هستیم، انسان هستیم، مخلوق هستیم مثلکم، مثل شما. ولكن الله متعال یمن، منت میگذارد، احسان میکند، علی من یشاء، به هر کسی که بخواهد، من عباده، از بندهانش. و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله. پیغمبران عالم میگن سعی کن اثبات میکنه مخلوق بودن و بشر بودن پیغمبران را. ما بشر هستیم، لکن الله در بین بشر هم تفاوت های وجود داره. بالای بعضی ها منت میگذاره، او را من حیث پیغمبر خود اختیار میکنه. بعضی کسا را توفیق میده، او را من حیث دعوتگر دین خود چی میکنه؟ اختیار میکنه. و دیگه چی است؟ اینمی دعوتگر و اینمی پیغمبر الله نمیتونه که دلیل را پیش بکنه مگر به اجازه الله. الله برش ایده چی میکنه؟ برش الله کتاب نازل میکنه، قرآن نازل میکنه، سنت نازل میکنه، احکام بیان میکنه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. چهارم چی است؟ انسان های مؤمن همیشه توکل بر کی میکنن؟ به الله میکنن. و ما لنا الا نتوکل علی الله. این توحید در توکل. توحید عبادت کست، توحید عبادت کست چند قسم است. باز یکی توحید عبادات قلبی هست که در جمله عبادات قلبی یکی توحید در توکل است. و ما لنا الا نتوکل علی الله. و چی شده ما را که توکل نکنیم بر الله؟ وقد هدانا سبلنا، در حالی که هدایت کرد ما را الله، سبلنا، راه های ما را، یعنی راه حق، امور راه ها و اسالیب و روش هایی که طریقه هایی که ما را میتونه، روش هایی که ما را میتونه به حق برسانه. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، و ما صبر میکنیم به آنچه که آذیتمونا، شما ما را اذیت میکنین. اینال دشمن اسلام همیشه دعوتگرای اسلام به خصوص پیغمبرها که در رأس داعیه هستن او را زیاد اذیت میکنن. گاهی به زبان خود اذیت میکنن، گاهی با قدرت سیاسی داشته باشه در بندیگری اذیت میکنن، قوت مالی داشته باشن سر از اونا ضربه های اقتصادی اونا را وارد میکنن، هر اذیت حتی لطشان میکنن و هر قسم. و اینا میگه ولا نصبرن، ما حتما لام یک تاکید، نون ثقیله هست دو تاکید. اینجا نصبر صبر میکنیم، لا نصبر حتما صبر میکنیم، لا نصبرن حتما ما چی میکنیم؟ صبر میکنیم. علی ما آذیتمونا، به آن چیزی که شما بر ما اذیت برسانین. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، و بر الله توکل بکنن المتوکلون، کسانی که موحد هستند در توحید توکل. اینه متوکل میگه، اینه کسی که توحید توکل خوب میفهمه، قلبش خاص توکلش به الله هست، با دست و با چشم با این عمل میکنه در عالم اسباب، و قلبا تعلقش به الله بسیار محکم است. و قال الذين كفروا، و گفتن کسایی که کافر شدن لرسولهم، به پیغمبرانشان، لنخرجنکم من ارضنا، سعی کردن هم تاکید کردن حتما ما شما را بیرون میکنیم از سرزمین خود، او لتعودن فی ملتنا، یا پس برمیگردین در چی؟ دم دین دم کفر ما. تا وقت شما را ما اجازه نمیدیم که زندگی نرمال داشته باشین، تا که تسلیم برنامه های ملت کفری ما،
تسلیم سوسیالیسم میشی، سوسیالیستا قبول داره. تسلیم دموکراسی میشی، دموکراتا قبول داره. تسلیم سکولاریسم میشی، سکولارها قبول داره. در مملکت هر پاچایی که به هر سیستم است، مگه تا که در ملت و در چیز کفری ما داخل نشین، ما شما را راحت نمیگذاریم، از او خاطر شما را اذیت میرسانیم. متوجه هستین؟ و شما را حتی بیرون میکنیم از این منطقه، مجبورتان میکنیم که براین فرار بکنین. انال الله فاوحى الیهم ربهم، الله متعال بر ازنا وحی کرد برای پیغمبرا که اونا خو برنامه دارن، لکن الله متعال چی میکنه؟ بسیاری کسا الله را فراموش میکنه. باز میگه یهودت برنامه دارن، نصارات برنامه داره، کافرات برنامه داره. الله چی برنامه داره؟ الله متعال میگه که برنامه مایی است. فاوحى الیهم، پس خبر داد، وحی کرد الله متعال به می پیغمبر، الیهم به ایشان، به می پیغمبرا، ربهم برشان وحی کرد، ربشان، لنهلکن الظالمین، که ما هلاک میکنیم ظالمان را. الله متعال عظمت خدا بیان میکنه، میگه که من ذات با عظمت هستم، از این خاطر ضمیر جمع استعمال کردم، من ذات با عظمت میکنم، الظالمین ظالمان را هلاک میکنم. ولنسکننکم الارض من بعدهم، با زمینی که اونا هستن ما شما را ساکن میسازیم، شما را در جای از اینا. ولنسکننکم، ما شما را ساکن میسازیم، الارض، در امو سرزمینی که من بعدهم، بعد از هلاکت از اونا است، بعد از اونا. ذالک، اینمی احکام بیان میشه، لمن خاف مقامی، الله متعال میگه این احکام برای کسایی بیان میشه که از مقام و منزلت الله میترسد، از استادن، مقام استادن در مقابل الله. میگه کسانی که از استادن در مقابل ما در روز قیامت میترسن، و خاف و وعید، و میترسن از سرزنش های الله. یکی وعد است، یکی وعید. چی فرق است بین وعد و وعید؟ میگه وعد، وعده دادن به چیزهای نیک است، و وعید، وعده دادن است به بدبختی ها. یک استاد ما داشت میگه کسی که روزه داشت برای بگه عیدت مبارک، اگر کسی که روزه نداشت در روزید برش بگه که وعیدت مبارک. فهمیدی؟ یکی وعد است، یکی وعید است. انال الله متعال میگه و خاف، و میترسه از وعید، از امون سرزنش ها یا وعده عذاب. واستفتحوا، اونا طلب فتح کردن، گفتن که ما پیروز شویم، کامیاب شویم. و خواب، و ناکام شد، ناامید شد، نامراد شد. کل جبار، هر انسان سرکش، عنید، انسان عنید، انسان عداوتکار، کفر عنادی که داشته باشه. آیا تنها امی ذلت که اینا نامراد شدن، ناامید شدن، امی در دنیا ناکام شدن، امی کفایت میکنه؟ الله متعال میگه من ورائه، بعد از پس از وی، بعد از این عذاب و ذلت دنیوی، یک عذاب دیگه هم برشان داده میشه که جهنم است. و یسقا، و نوشانده میشوند امی کافران، من ماء، از آب صدید، امو آب زرد رنگ که از جسدهای کافرا و بیدینا در آتش دوزخ، توسط آتش دوزخی خارج میشن. اینمی آب گندیده، الله عفو بکنه، مردار و چتل چقدر زشت است. میگه اینه، میگه وقتی که بر از این کافرها داده میشن، به زور هم تو گلاس پر میشه و برشان میگه دمی دانشان خالی میکنه. یا تجرعه، یا میگه هم تو یک قطره تو یک جایی نوشیده نمیتونن، اما تو قطره بسیار تلخ و چتل و بویناک است. میگه یا تجرعه، جرعه امی آب گندیده را میخورن، ولا یکاد یسیغه، و او را کامل خوردن نمیتونن، دلشان نمیشه کامل هم تو شب بکنن، نمیتونن که او را شب بکنن، با آسانی او را کشیدن نمیتونن، گرفتن نمیتونن، شب کردن نمیتونن. همین ولا یکاد یسیغه، همین معنا را میتن. و یاتیه الموت من کل مکان، و برای این کافرها در آتش دوزخ، در دوزخ میگه مرگ از هر جهت برشان میه. خوراکش گندیده، نوشابهشون همون چتلی ها و گندگی ها، درد و رنج و عذاب و سختی ها و توهین و تحقیر، کلش اینا در آتش دوزخ است. یعنی از هر طرف بر از اینا مرگ میاد که یا میگن کاش که ما بمریم. و یاتیه الموت، و بر از این مرگ میاد من کل مکان، از هر جهت. و ما هو بمیت، بدبختی است که باز تو اینجا مرگ نیست دیگه. و ما هو بمیت، نمیمره. و من ورائه، و بعد از عذاب غلیظ، عذاب بسیار غلیظ و سخت برای داده میشه. آل اینال کسایی که عقل داشته باشه این گپا را بفهمه،
آیا باز هم آماده میشه که به این عذاب خدا گرفتار بکنه؟ مثل الذین کفروا، مثال کسانی که کافر شدن به ربهم. حالا بعضی کسا میگه امی کافرها بسیار اعمال خوب میکنن، مثلا کارهای میکنن به نام حقوق انسان، حقوق بشر، بعضی کارهای خوب هم میکنن، اگرچه بمبارد میکنن، درست است بمبارد میکنن، قتل میکنن، میکشن، جنایت میکنن، کافر هستن، بیدین هستن. باز بعضی کسا میگه در پالوی امی کل زشتی ها یگان کار خوب هم دارن، یگان شفاخانه جور میکنن، یگان کار خوب میکنن، یگان کار انسانی میکنن. الله متعال میگه مثل الذین کفروا، مثال کسانی که کافر شدن به ربهم، یا طغیان و سرکشی در مقابل رب العالمین داره. یک نفر الله را قبول نداره، باز میخواد اعمال خیر میکنه. الله متعال میگه این کسایی که کافر شدن به رب خود، خالق خود قبول ندارن، رازق خود قبول ندارن، شفا دهنده ایوازی که الله را بگیرن غیر الله را میگیرن، ایوازی که بگه شفا الله میده میگه اسپند شفا میده، ایوازی که بگه الله شفا میده میگه مثلا این درخت مرا شفا میده، این درخت مرا صحت میده، این فلانی چیز مرا عافیت میده، این مخلوق است مرا پیدا کرده، فلانی مرا پیدا کرده. الله متعال میگه که امین نفرایی که کافر میشن و پروردگار خود، در ذات الله کافر میشن. که کفر چند قسم است؟ یا در ذات الله کافر شده، یا در صفات الله کافر شدن، صفات الله را قبول ندارن، یا در صفات الله کس را شریک میسازن، یا افعال الله را قبول نداره. الله میگه که من شفا دهنده هستم، و میگه نه صاحب او تو را شفا داده، الله شفی نیست. چی است؟ برو در اون سنگ پایت بشق، این تو را شفا میده. در افعال الله کافر میشن. بعضی کسا در شریعت الله کافر میشه، میگه این قانون الله کسی، شریعت الله کس، این به درد نمیخوره، حال باید قوانین نو بسازیم، قانون اروپا، قانون امریکا، این فلان دیگه. پاس الله متعال میگه کسایی که اینی قسم مشکل اعتقادی و کفری داره، مثل الذین کفروا، مثال کسایی که کافر شدن به ربهم، پروردگارشان، اعمال از این میگه پیش الله چی ارزش داره؟ میگه اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. میگه اعمال از اینا مثل یک خاکستر است پیش الله، مثل یک خاکستر که یک کسی بیاد پیش دروازه شما خاکستر اپرته، همین خاکستر تو هنوز میگه چی اوردی خاکستر؟ میگه مثل یک خاکستر است. تو خاکستر است که اشتدت به ریح، کیره میزنه، شدید است امی ریح، باد بسیار شدید است، فی یوم عاصف، در روزی که طوفانی هست. یعنی فکر کنید یک روز بسیار طوفان است و شمال بسیار زیاد است که همین خاک و لباسا و تکه و کل چیز ببینید که همون شمال گرفته، همون لوتک میده. این میگه اعمال از این مثل دمی روز مثل چی است؟ مثل یک خاکستر که اونجا پیش بکنه، این خاکستر میمونه؟ میگه نه، اینمی قسم از بین بره. از این خاطر میگه اعمال کافر مثل اینمی خاکستر است که در روزی که بسیار طوفان باشه و شمال باشه و این کسی در یک جای گذاشته باشه. این میگه اینمی قدری بی ارزش است، هیچ اعمالشان پیش الله ارزش ندارن. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، که میگه قدرت ندارن با آن چیزی که انجام دادن هیچ چیزه. یعنی در روز آخرت اعمال از این کلشان شمال برده، هیچ چیز پیششان نیست ترازوی میزانشان. ذالک هو الضلال البعید، میگه اینمی هست گمراهی بسیار دور از حق. علم ترى، آیا ندیدی ای انسان؟ آیا فکر نکردی؟ آیا تحقیق نکردی؟ آیا نمیفهمی؟ ان الله، یقینا الله که از خلق السماوات و الارض، خلق کرده آسمان ها و زمینه. به چی خلق کرده؟ بالحق، به توحید. دلیل خلقت آسمان ها چی است؟ که انسان موحد بسازه. از این خاطر کسایی که در آسمان و زمین تحقیق میکنن وجود خالق قبول میکنن، وحدانیت خالق قبول میکنن. چرا؟ در کلش دلیل است به وجود خالق متعال، به وجود خالق متعال. علم ترى، آیا ندیدی ان الله، یقینا که الله متعال، خلق السماوات، خلق کرده آسمان ها، و الارض، و زمین را، بالحق، به حق، یعنی به توحید. این یشاء یذهبکم، اگر بخواهد شما را میبره، و یأتی بخلق جدید، و مخلوقات دیگر میاره. قبل از انسان ها میگه در زمین دیگه مخلوقات بودن، ظلم کردن، جنایت کردن، الله آمد کل از اونا را نیست و نابود کرد، از بین برد. اما قدرتی که در زمین که باید ای در زمین امر الله را، حکومت الله را تطبیق میکردن، اونا نمیکردن، الله متعال اونا را دور کرد، از بین برد. ایوازشان کی را آورد؟ انسان ها را. گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه. باز ملائکه گفت که یا الله، او مردم هم خیلی قسم نفس داشتن، جنایت کردن، این کسایی که نو بیایه. الله متعال میگه که به ما، شما انسان ها میگه این یشاء یذهبکم، اگر الله بخواد مثل که اونا را برد، شما را هم چی میکنه؟ میبره از پیش شما، امی خلافت زمین از پیشتان میگیره. و یأتی بخلق جدید، مخلوقات دیگه میاره. و ما ذالک، مخلوقات خلق جدید میاره، مخلوقات جدیدی را میاره که باز اونا
حکم الله را، شریعت الله را، اوامر الله را، توحید الله را میپذیرن و تطبیق میکنن. و ما ذلک علی الله بعزیز. و این کار پیش الله هیچ دشوار نیست، هیچ سخت نیست. از بین بردن این انسان های وزش مخلوقات دیگه را آوردن پیش الله هیچ مشکل ندارن.